بیننده عزیز سوال کردن که السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، امید که خوب و صحتمند باشید. در پناه الله جل جلاله. استاد، یک سوال بود جواب بدید. اگر زن در گوش کودک اذان دهد آیا درست است؟ من گفتم نه، چون تا حال کتاب‌هایی را مطالعه کردم، چیزی نخواندم در این مورد. نظر شما چی است میخوام بدانم. ببینید، سنت است که در گوش مولود اذان دادن، در یک گوشش اذان میدن، در یک گوشش اقامت میدن. مستحب است که پدر این کار را انجام بده یا پدر بزرگ این کار را انجام بده، یا اینکه یک عالم دینی، امام مسجدی، یک شخص متقی و پرهیزگاری که این اولین کلماتی که در گوش فرزند شما زمزمه میشه بعد از 7 روزگی. میبینید بعد از 7 روزگی کودک کمی به قول معروف جان میگیره. به خاطر میگن اولین کلمات این مستحب است، گرچه در مورد احادیثی که در این مورد آمده عرف و حدیث هایی وجود داره، اما آنچه که ابن قدامه و نووی و علما بیان کردن این است که مستحب است که پدر این کار رو انجام بده، ولو این که مثلا عالم دین نباشه، شخص مثلا دین دعوتگری نباشه، همین که مسلمان است، مؤمن است، پدر این کار رو انجام بده. مستحب است، خیلی خوب هست در گوش فرزندش اذان بده. حدیث مرفوعی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در گوش حسن یا حسین اذان دادن. اما اینکه زن این کارو بکنه، رأی بعضی از علما این است که زن باشه یا مرد باشه اشکالی نداره، منتها مادر مثلا در اون موقع تا 40 روز در حالت نفاس می باشه، به خاطر همین بهترین است که پدر این کار رو انجام بده. و اگر پدر نبود یا مشکلی بود یا در دسترس نبود، سفر بود، جایی بود، میشه مادر کلانی، مادر بزرگی، به اصطلاح یک زن صالحه دیگری که در خانواده است این کار رو انجام بده. در صورتی که مردی نباشه اشکال شرعی نداره، یعنی من جایی ندیدم که مشکلی گفته باشن که زن نمیتونه این کار رو بکنه. و این یک فال نیک است، حتی یک عالم دین، یک انسان متقی و پرهیزگاری که در کوچه‌تون، در محلتون باشه این کار رو انجام بده، این یک فال نیک است. و فال نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم فال نیک رو دوست داشتن. به طور مثال یک انسان خیلی صالح و مؤمنی است در منطقه شما، اسمش مثلا خالد است، احمد است، محمود است. شما فرزندتون رو به اسم او بگذارید یا به اسم صحابه بگذارید، مثلا مصعب بگذارید، حمزه بگذارید، به اسم صحابه بگذارید، به فال نیک بگذارید که انشالله فرزند شما مثلا عالم و دعوتگری مانند مصعب بشه، یا مرد شجاعی مانند حمزه بشه، یا یک مجاهدی مانند خالد بن ولید بشه. این رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو دوست داشتن. به خاطر این بهتر است که یک انسانی که فکر میکنید که انسان خوبی است، عالمی است، اهل تقوا و پرهیزگاری است، این کار را انجام بده. اما اگر زنی اذان بده در گوش فرزندش یا فرزند کسی دیگری، از نگاه شرعی اشکالی علما در این مورد بیان نکردن. اما آنچه که مستحب است، پدر باید این کار رو انجام بده.